چجوری میشه توی یه مجلسی یه پسری نشسته یه دختری هم تو مجلس اون طرف، توی مجلس عروسی، بعد این پسر و اون دختر میدونن تو این همه جمعیتی که داره میره و میاد، میدونه بدون کلام چه علامتی رو باید انجام بده تا اون موجو بگیره. میفهم. بعد اون دختره چی کار میکنه؟ اینطوری حتی اشیا و ابزار در انسانها اثر میذارن. اینو بدونید بچه‌ها، اخلاق راننده های تریلی شبیه خود تریلیه. شما با این راننده های تریلی صحبت کنید، میبینید اصلا تیپشون، حالتشون موقعی که صحبت میکنن مثل موتور خود تریلی سبیلا شبیه سپر خود تریلیه. یعنی یه نمای از تریلی تأثیر گذاشته تو این فرد. شما دقت کنید، راننده های پیکان موقعی که تو خیابون، حتی کسانی که در ماشین های کوچکترن نسبت به کسانی که در ماشین های بزرگتری نشستن، تأثیر میگیرن از این قدرت. پیکانیا تو مثلا خیابون راننده اتوبوسی ببینن بوقی میزنن، یه دستی تکون میده، ژیانو اصلا کسی حساب نمیکنه. یعنی اصرار دارن اصلا از سایت جاده بره بیرون، با بوقی که میزنن اعصابشو خرد میکنن. عجیب بعضی از این راننده های ژیان عین مورچه مقاومت میکنن.